همین دیالوگ بین پسر بود. پدر منو کی کشته؟ همش پدر کشی، این بابای اونو میگه بابا. یک خالی بندی یا یه نفر حریف یه گردان میشین، یارو پرید رو جیب هلیکوپتر رو هوا گرفت. مرد حسابی تو داری به شعور دو خودم توهین میکنی. همین دیالوگ میره تو فیلمای ماهواره. پدر من کیه؟ بی پدر دنبال باباش میگردیم، باباش کیه، از کجا اومده، به کجا داره میره، به کجا آمدنم بهره چه بود، به کجا میدم اما آخر ننمایی وطنم. فیلم و سریالامونم با همه جا دنیا فرق میکنه. در قسمتی از یک فیلم ایرانی اینجا مادره وایساده داره مثل ابر بهار گریه میکنه، پسرش میره پدره رو بغل میکنه به جون خود. حالا مادر واقعی خودشو اصلا اون اینو دنیا آورده، مادر واقعی، پسر مادر. اما خب یک محدودیت هایی هست، من نمیدونم، شمام نمیدونی، اونام نمیدونم، یکی باید بدونه که لابد اونم نمیدونه.